سلام به همه افتاکسیکی ها عزیز، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم با یه ویدیو جدید که داخلش چند تا پیک بستم. بریم اولیشو بزنیم. خانم کلی 86 رو میده. بریم پیک مثبت 83 یک اسه بعدی رو بزنیم. اولیشو زدم، اسکیپ میکنم. 85 دابلیکیت میده که واقعا نمیصرفه دابلیکیت باشه، بعد کویکسل کنه. 83 رو برم میرسیم به پیک اصلی، یعنی گارانتی فوتید 1 از 5 از تیم 1 2 3 4. زدم پیکو زدم. میریم چهارمی رو میزنیم با هم ببینیم کیه. فقط دابلیکیت نده دیگه. آقای پارچیسان که ما تو هر پیکی میزنیم هست. دومی رو میزنم آقای ویالی، همش دابلیکیت. حداقل اینو بیا یه 98 دابلیکیت نباشه فقط. کانو واقعا ال دیگه، 100 تا هم ازش دارم. خانم فینت اینو اسکیپ میکنم، یه 98 بده، حداقل دابلیکیت نیست. خوبه، استاتش هم بد نی ولی قیمت نداره دیگه. خب میرسی که تا اینجا ویدیو همراهم بودید. لایک و تا کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعد، فعلا خداحافظ.